در خطاها و لغزش هایی که انسان سر میزنه در خطاب پروردگار، مولانا زبان حالش اینه: ای خداوند و شهنشاه و امیر، من نکردم جهل من کرد آن مگیر. چقدر قشنگ این کلام را که انسان وقتی که خلاف میکنه، خطا میکنه، مطلبی را میگه، از روی عصبانیت میگه خدایا من چون جاهل به تو بودم و جاهل به معرفت تو جاهل بودم، این حرفایی که زدم، این خلافهایی که کردم، اینها همه از روی جهل من بوده. اگر اون جهل من برطرف میشد خب من این کارو نمی کردم. چون جاهلم این حرف ناشایست از من سر زده، چون به مقام ربوبی تو آگاه و عارف نیستم، در مقابل تو به مقابله برخاستم. چون به موقعیت تو اطلاع نداشتم، آمدم و در قبال تو این موضع را گرفتم. و اگر این طور نبود خب من این کار رو نمی کردم.